شمعی‌گل امرالله‌زاده 32 سال دارد. او در رسته پایافزال دوزان شهری بختر یگانه زن می باشد که به این کار مشغول است. قهرمان ما در کشانیان ناحیه نزدیک به مرکزی ولایت ختلان زندگی می کند. کسب پایافزال دوزی را باشد هنوز در صنف 4 خواندنش آموخته است، چون این کسب را دوست می داشته است. کسب ای همسایه یاد گرفتم. رفتم همسایه رو گفتم که من دراش اینا وای کردم اومدم میخواست کنم میخ قطیم یک آهن برا قطیم میخ گرفتم میخ دراش رست کردم همونک آهن برا قطیم پوپشیده وای کردم دوختم. هرچند قهرمان ما این کسب را آموخته بود، اما تا از شوهر جدا شدن یگان پایافزال می‌دوخت. اساساً رفیده دوزی، قراق دوزی و کرپه دوزی می‌کرد و درآمدهای از این حساب به دست آورده‌اش را برای روزگار خرج می‌کرد. خانگی ها ریزا نبودن، خیلی میوه فروشیده بودم، خانگی های چی نمی‌کردن. میوه را سر زد، دینی مزار سوختن، گیج می‌دن. ریزا نبودن، همه مرده که تو زنک میراییم، تنیجگر نداره. دوخت یک پایافزال 10 سامانی است و قهرمان ما کوشش میکند که از این حساب خود و فرزندانش را تامین سازد. شمعی‌گل امرالله‌زاده 3 پسر دارد که کلانی 6، میانی 4 و خردی 2 سال دارند. او از سبب آنه که برای بردن فرزندان جای نداشت، پس از شوهر جدا شدن تنها پسر کلانیش را به خود به خانه پدر میبرد. پسران خردیش همراه پدر هستند، ولی او میخواهد آنها را به نزد خود بیارد. کسب خود رو بیار. یا شیشم دختم این اکوان یوردن میکنم دراش کنه کلی نرسد بکنه یوردن میکنم. سالهای آخر پاشخوری عائله ها در جمهوری زیاد شده است. قهرمان ما باشد نوابسته از مشکلی های زندگی مهنت را پیشه خود کرده به آینده نیک امید میبندد.